سلام دوستان، من علیم، دانشجوی دکترای محیط زیست توی آلمان. اینجام که با شما واقعیت‌های مسیر اپلای دکترا رو به اشتراک بذارم تا به راحتی بتونید برای کشور آلمان اپلای کنید و از سردرگمی در بیایید. خب توی این ویدیو میخوایم یه اوورویو کلی نسبت به PhD توی آلمان داشته باشیم. اول از همه شما باید بدونید که PhD توی آلمان رایگانه، یعنی شما شهریه‌ای نیاز نیست به دانشگاه بابت انجام PhD تون بدید. در ادامه شما باید بدونید که PhD توی آلمان به دو دسته تقسیم میشه. دسته اول ایندیویدوال، دسته دوم استراکچرد. هر کدوم از اینایی که گفتیم یک سری ریکوایرمنت ها دارن. مثلا ایندیویدوال شما باید آیلتس داشته باشید. چرا؟ چون مؤسسه دعاده از شما مدرک زبان میخواد. ولی توی استراکچرد اکثرا شما به مدرک زبان احتیاجی ندارید. استاد به شما یک نامه دانش زبانی میده که سطح زبان شما برای اون دوره PhD کافیه و شما میتونید با همون نامه برای ویزا اقدام کنید. یه نکته خیلی مهم اینه که دسته استراکچرد توی آلمان شغل محسوب میشه، اما دسته ایندیویدوال دانشجو. خب مدارکی مثل CV، کاور لتر و سایر مدارک برای هر دو مشترک. خب فرض کنیم شما الان دسته ایندیویدوال رو انتخاب کردید. توی دسته ایندیویدوال شما باید شروع کنید به اساتید ایمیل بزنید و همینطور در کنارش زبان بخونید و پروپوزالتون رو آماده کنید. توی دسته استراکچرد هم که شما کلا کارتون راحته، کافیه برید توی سایت های دانشگاه ها پوزیشن ها رو پیدا کنید و براشون اپلای کنید. اما اینو بدونید که بچه‌ها وقتی که این پوزیشن ها از شما مدرک زبان نمیخوان، بدین معنا نیست که شما هیچ زبانی بلد نباشید. شما حداقل باید به اندازه آیلتس 6.5 بلد باشید و حداقل توی صحبت کردن فلوئنت باشید. استاد خیلی راحت توی مصاحبه متوجه این موضوع میشه. الان که فهمیدیم استراکچرد و ایندیویدوال تعریفشون چی هست، میخوایم در مورد فاند هاشون صحبت کنیم. مقدار فاندی که به دسته ایندیویدوال تعلق میگیره چیزی بین 1000 تا 1500 یورو هست و توی دسته استراکچرد یکم قضیه متفاوت تره و بستگی به ساعت کاری شما توی هفته داره که ما از 20 ساعت کار تو هفته تا 40 ساعت کار تو هفته که میشه فول تایم رو داریم و چیزی حدود 1500 تا 3000 یورو خالص بعد از کسر مالیات میشه. خب حالا با این مقدار فاند به نظر شما میشه توی آلمان به عنوان یک دانشجو زندگی کرد یا نه؟ من خودم با توجه به تجربه خودم میتونم بگم بله، این مقدار فاند کافی هست و شما میتونید بدون هیچ استرسی روی ریسرچ خودتون متمرکز بشین و کاراتون رو پیش ببرید. البته این نکته رو بگم که برای کسانی که پیوست دارن این قضیه یکم متفاوت تره و خب ممکنه سخت‌تر باشه که من حالا در آینده اینو توی ویدیو کامل در مورد پیوست توضیح میدم. خب بچه‌ها، من الان یه دید کلی به شما در مورد دکترا توی آلمان دادم، اما اینو بدونید که دکترا توی آلمان واقعا سخت پذیرش گرفتنش و یک مقصد محبوب برای مهاجرت از همه کشورها، نه فقط ایران. و خب من اینجام که به شما کمک کنم تا درست اپلای کنید که بتونید نتیجه بگیرید. خب من توی ویدیوهای بعدی تمام این مراحل رو با جزئیات بیشتر برای شما توضیح میدم. اگر که سوالی دارید میتونید توی قسمت کامنت ها بنویسید، من اون سوالات رو میخونم و توی ویدیوهای بعدی قطعا به شما پاسخ میدم. ممنونم که ویدیو رو تا اینجا تماشا کردید. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.